در آغاز باز یک هفته نو به همه شما بینندگان عزیز از استودیوی مرکزی رادیو آزادی در پراگ درود میفرستم. امروز 5 فوریه است و شما برنامه اخبار آزادی رو در پخش مستقیم تماشا دارید. در 15 دقیقه نزدیک این موضوع ها را به بررسی گرفته ایم. نرخ گران خانه باز هم دست نورستر شد. قیمت یک متر مربع منزل در پایتخت تاجیکستان $3 بالا رفت. شهر دوشنبه با حساب میانه $673 تشکیل میکند، بود $670. شکار مهاجران ادامه دارد. بعد رید نوبتی در یکی از ساختمان‌های شرقی دور روسیه 10 نفر جریمه و گروهی دپورت کرده شد. و دادگاه ولایتی سوخت منزل بحثی را در اختیار اویله دادستان واگذار کرد. جانب مقابل راضی نیست. حق 4 فرزند من اکو کدام پروکورور با براوده دادن. مسکن و منزل در شهر دوشنبه نظر به سال گذشته اندک گرانتر شده است. مقامات میگویند فعلا به حساب میانه نرخ یک متر مربع خانه در پایتخت $673 یا قریب 7400 سومونی است. 6 ماه پیش نرخ یک متر مربع خانه $670 بوده است. این در حالی که معاش میانه در پایتخت حدود 2500 سومونی یا $230 است. مسئولین شرکت‌های ساختمانی سبب گرانشوی منزل را به بالا رفتن نرخ مسئله ساختمانی مربوط می‌دانند. داشتن منزل علاهیده در شهر دوشنبه برای برخی ها یک آرزوی دستنورس باقی میماند، هرچند ساختمان‌ها در شهر زیادتر شدند. ملارجب یوسفی و شهلای عبدالله همین موضوع را پیگیری کردند. در خانه احمد جان سلاموف 5 عائله زندگی میکنند. او و همسرش، 3 کلین و دختر و دامادش. منزل از پدر احمد جان میراث مانده است. خودش نتوانست منزل نو خرد و پسرانش هم نمیتوانند خانه علاهیده خریده به دیگر جای کوچند. همین است که 5 عائله در یک حوله در دوشنبه زندگی میکنند. جمع کرده نمیشد. پروداکت‌ها قیمت بعد زندگی وضعی شدگی وقتی سایز ارزان بود، همه چیز خانه هم ارزان بود، لیکن همه چیز قیمت های برای همین جمع کرده نمیتونن. خیلی کمتر ارزانتر کنن و همون خلق همونهای خرن. بحث گران بودن خانه ها در نشست کمیته ساختمان هم صدا داد. خبرنگاران پرسیدند که چرا با وجود زیاد شدن ساختمان ها نرخ پست نمی شود. پاسخ رئیس کمیته ساختمان چنین بود: امروز ما هممون در شرایط بازارگانی قرار داریم. همین بازار در محصولات بسیار شد، نرخ ارزان می شود. کم شد، قیمت می شود. ساختمان‌های ما امروز شکر که ما ساختمان‌های ما در اوج است، ساختمان‌های ما ترقی کردستند. ارزش میانه 1 متر کوادراتری منزل استخامتی با حساب میانه در جمهوری با نمی روزه $440 تشکیل می‌دهد. در شهر دوشنبه با حساب میانه $673 تشکیل میکند، بود $670. سال گذشته ماهی نه ماهی یون سال 2023 $670 بود. بود که پرس کنفرانس گذرانده بودیم و امروز $673 افزایش یافته است. مسئولین شرکت‌های ساختمانی در نزد دوربین صحبت نکردند، اما آنها میگویند نرخ مسائل ساختمانی هم سالهای اخیر گرانتر شده است و آنها نمیتوانند خانه‌ها را ارزان فروخته بر ضرر کار کنند. بعضی ساکنان راه حل را چنین می‌بینند: معاش باید زیادتر باشد که آدمان توانند خانه بخرند. معاشی که حالا در ما است به این نمی‌رسد. طبق اطلاع رسمی سال 2023 در کشور 1,737,000 متر مربع منزل ساخته شده است که نظر به یک سال پیش 2% زیادتر است. اما زیاد شدن ساختمان ها نیز نتوانست آرزوی بسیاری ها را برای داشتن خانه خود برآورده سازد. ملارجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
در منطقه پریموری روسیه در نتیجه ریدی ضد مهاجران 10 نفر بازداشت شدند. به قول دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی این کشور، نیروهای امنیتی به یکی از ساختمان‌های شهر ارتیوم آمده معلوم کردند که تقریباً همه کارگران مهاجران غیرقانونی میباشند. به گفته این نهاد، پلیس 41 مهاجر را تفتیش کرده است. 32 نفر آنها برای کار غیرقانونی و ویران کردن قاعده‌های بودوباش جریمه شدند. علاوه بر این 12 نفر را از روسیه اخراج می‌کنند. آنها در بازداشتگاه موقتی شهروندان خارجی جایگیر کرده شدند. مقامات حفظی حقوق می‌خواهند صاحبکاری را که مهاجران غیرقانونی را تیرو کرده است به جوابگری کشند. در همین حال تلگرام کانال بازا می نویسد دولت مسکو نیز نیروهای امنیتی مهاجرانی را جستجو دارند که شهروند روسیه هستند ولی در کمیسریت حربی خود را ثبت نام نکردند. بعد رید در خوابگاه بازار و قهوه‌خانه ها 11 نفر را برای ثبت نام به کمیسریت حربی برده علیه 4 نفر برای اجرا نکردن عهده‌داری های نظامی پروتکل ترتیب دادند. شما برنامه اخبار رادیو آزادی رو تماشا دارید. رسا یک سال پیش زمین لرزه مدهش در ترکیه 10,000 نفر را هلاک و میلیون ها کسی دیگر را بی خانمان کرد. عبدالعلیم معینی تقریبا 3 روز زیر ویرانه ها ماند و نجات او یکی از تصویرهای یادماندنی زمین جنبی ویرانگر ترکیه در سال 2023 بود. با گذشت 1 سال از آن فلاکت، معینی هنوز هم در ماتم زن و فرزندانش نشسته است که پیش چشمش جان دادند. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. 1 سال پیش مرگبارترین زمین لرزه در تاریخ معاصر ترکیه زندگی عبدالعلیم معینی را زیر و زبر کرد. تقریبا 3 روز زیر ویرانه بود و همانجا همسر و فرزندانش پیش چشمش جان دادند. از جنگ سوریه گریخته بودند. عبدالعلیم معینی که از یک پای محروم شد خانه‌اش را به یاد می‌آورد که با عائله‌اش در شهر حطای جنوبی ترکیه بنیاد کردند. پیش از فوت عزیزانش زیر ویرانه‌ها با همسرش ازرا، پسر 10 سالش محسن و دختری 7 سالش بصیره 12 ساعت گپ زد. روحشون شاد باد. زن و فرزندانم رفتن. برادرم عبدالرحیم برادرزاده زنم نیز جان دادن. روحشون شاد باد. من همه آنها را از دست دادم. یک خانواده بودیم. ما از کار به خانه برمیگشتیم و یا از خانه به کار یا به دیدن هم می رفتیم. خوشحالی می کردیم. همه از بین رفت. زمین لرزه با نیروی 7.8 درجه جدول ریختر بخش‌های بزرگ از شهرک‌ها در جنوب و شرق ترکیه و سوریه همسایه کشور را به خاک یکسان کرد. 50,000 کس را در ترکیه و تقریبا 6,000 نفر را در سوریه کشت و میلیون‌ها نفر را بی خانمان کرد. ولایت حطای بیشتر از همه آسیب دید. یک پای معینی را بریدند. دیگری از زانو پایان فلج شد چون که زیر سمنت و خشت مانده بودند. معینی به شهر بورسا در شمال و غرب ترکیه رفت و آنجا با مادرش و خواهر و 3 فرزندی او زندگی می کند. دستیارش نیز همینها هستند. الحمدلله ما اینجا نشسته اندک قرآن میخوانم، تسبیح میگردانم، نیایش میکنم، با مادرم، خواهرم، فرزندان برادر و خواهرم صحبت میکنم. روزهایم چنین میگذرم. معینی چند پیش رفتن به دوره‌های عافیت بخشی را آغاز کرد. امیدوار است پای پلاستیکی میگیرد و به کار برمیگردد. پول خانه را میپردازد و روز به وطنش باز میگردد. در بورسا قیمت اجاره 5 برابر بیشتر از اجاره در حطای است. پول اجاره و غذا را برادرش میپردازد. خرج معالجه هم بالا میرود. ما بیمه نداریم. اگر پایم درست شود کارهایی هست که من کرده میتوانم. هر یک انسان باید کار کند تا تواند که پول خود و دیگر خراجاتش را پردازد. معینی با زن و فرزندانش سال 2016 از جنگ سوریه گریخت و از حسابی فروشی میوه و سبزوات در ترکیه روز می برد.
در عموم ترکیه میلیون ها پناهجو را میزبانی می کند که از جنگ 13 ساله سوریه گریختند. برمیگردیم به تاجیکستان. زنی معلوله که با حلنامه دادرسی شهر خوجند از خانه‌اش محروم و آن را همسر یک دوستیتونی صاحب گردیده بود، بعد شکایت به زینه بالایی هم قناعتمند نگشت. دادگاه ولایت سوغد ماه گذشته آن حلنامه را تغییر نداد. میسر تویروا دعوا دارد که او قربانی ناعدالتی کارمندان مقامات حقوقی گردیده است، ولی تا به آخر مبارزه خواهد برد، در حالی که سابق شوهر این زن تصدیق میکند خانه را واقعا هم فروخته است. فرزان محمدی از ادامه این بحث گزارش میدهد. میسر طاهروا همراه فرزندانش از بینای دادگاه ولایت سوغد مایوسانه بیرون می شود. او ماه دکبر از بالای حلنامه یک دادرس شهر خوجند به زینه بالایی آن شکایت کرده بود، ولی به گفته خودش باز هم شاهدی ناعدالتی ها گردید. که اکسپرتیز تعیین نکرد، MBTI جیغ نزد داده میشه، نتایج داده میشه جیغ نزد، گفت هم دکومنت فرشی برامدگی این معلومات نامه ها نیست از قید دولت هم اصنوانی فرشی دکومنتو، یعنی که سودیه دستاده و گذرانده داد خانه سبوری و پرکورور به گفتاستیمو سودیه ها خستن و گفتن که قرار بیست ازمینینی ممنون شود. گفته پرکورور اکو پرکورور طرفی پرکورور خودش گرفته اینجا اکو قراره طرفی خودشون با کشول کده گرفتن. حق 4 فرزند من اکو کدام پرکورور رو براورده دادن. مرحله کاساسیونی این پرونده از جانب 3 دادرسی ولایت سوغد با اشتراک یک نماینده دادستانی بررسی گردیده قرار آن نیمه ماه ینور به تصویب رسید. یک نسخه قرار به دست رادیو آزادی هم رسید و در آن نوشته شده است که حلنامه دادرس شهر خوجند از 22 نوامبر سال 2023 به تغییر و شکایت کاساسیونی میسر طاهروا به قناعت ماننده شود. میسر طاهروا ادعا دارد که دادگاه با یاری شوهر سابقش منزلی ثبت شده به نام او را به همسر یک کارمند دادستانی داده است. شوهر سابق زن این دعوا را بی اساس می‌داند. میسر طاهروا و شوهر سابقش ظاهر طاهروا میگویند آنها خانه بحثی را سال 2004 خریده سند هم دارند. 2 سال بعد به گفته ظاهر طاهروا به نیت فروختن خانه از عزیزمراد صبوری مبلغ گرفته است و به جای شرطنامه خرید و فروش وکالتنامه صاحبی خانه را داده است. 2006 $7,000 $7,200 $7,000 короче فروختم. ما رفتیم دوینیس کردیم، گنرالی دوینیس دادیم. 2006 تا 2009 3 سال گنرالی دوینیس میتیاد کش از نام میسر طاهروا میسر به نام زنی پرکورور. امی دامی 3 سال به و آدم پرکورور نامش به خونه کده گفتنش دکار بود. دامی 3 سال به خونه نامش به کده نگفته اکو کارش دیده گشتگی همین 2 ماه پیش و آدم من به تلفن کده مراسم گفت که ظاهر جان biz سودبازی نکنیم گفت یک دم تو زندان بگویید من همون کده گیرم من گفتم اکو من 2014 ده و کده جدا شده گفتم گفتم و گپی منه نمیگیرد گفتم. ولی میسر طاهروا میگوید او از یگان خرید و فروش آگاهی نداشت و هیچ گونه وکالتنامه را هم امضا نکرده است. وی نسخه وکالتنامه را که ظاهر طاهروا دسترس رادیو آزادی کرد قلبکی میداند و ادعا دارد که نامناسب و امضایش خطا نوشته شده است. همکنون میسر طاهروا میخواهد از حلنامه دادگاه به زینه‌های بالایی شکایت برد و میگوید در مهاجرت کاری پاهایش بیمار شدند و به این خانه نیاز دارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی شهر خوجند. و سازمان کمیته دفاع از خبرنگاران در راز نکردن اجازه کاری خبرنگاران بخش قزاقی رادیو آزادی را در قزاقستان محکوم کرد. این سازمان که در شهر نیویورک آمریکا جایگیر است از مقامات قزاقستان خواست به خبرنگاران اجازه کار دهد و برای فعالیت آزادانه آنها شرایط فراهم کند. رادیو در شکایتش گفته است قرار وزارت درباره قطعی اجازه‌نامه فعالیت خبرنگاران رادیو آزادی غیر قانونی دانسته و بیکار کرده شود. دوستان مهربان در همینجا برنامه را خلاصه میکنیم. سپاس از یکایک شما که تا این لحظه ها با ما بودید. خبرهای از این بیشتر رو چون همیشه میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه های ما در فیسبوک، اینستاگرام، تیک توک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی پیدا کنید. اگر شما شاهد حادثه شدید لطفاً با ما تماس بگیرید. خود را احتیاط کنید عزیزان و خدا نگهداری هر یک شما.